بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های برنامه بدانای خواهرم. امروز می خواهیم با یکی از خطرناکترین بیماری های قلبی آشنا شویم. بیماری که بدون زخم و درد جسمانی روح انسان را می خورد و ایمان را نابود می سازد. این بیماری اسمش کبر و غرور است. کبر یعنی چه و غرور چگونه عمل می کند؟ کبر و غرور یعنی خود را برتر دانستن از دیگران و نپذیرفتن حق از طرف افراد پایین‌تر یا متفاوت‌تر. نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذره من کبر. روایت صحیح مسلم. هر کس که در دلش ذره‌ای از کبر باشد داخل بهشت نمی شود. پس چه زمان دچار کبر و غرور می شویم؟ وقت مال یا زیبایی داریم و دیگران را کمتر از خود می بینیم. وقت علم یا موقعیت داریم و به دیگران فخر می فروشیم. وقت اشتباهاتمان را نمی پذیریم چون من باید همیشه بر حق باشم و این همان ریشه های شیطانی کبر است، چون اولین کسی که تکبر کرد ابلیس بود. وقتی به فرمان خدا برای سجده بر آدم سرپیچی کرد و گفت: انا خیر منه، من بهتر از او هستم. و آثار خطرناک کبر و غرور اینها هستند: قطع رابطه با مردم، بی احترامی به والدین، استاد و دوستان، نپذیرفتن نصیحت و حقیقت، دور شدن از رحمت خدا. خداوند در سوره لقمان می فرماید: ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. سوره لقمان آیت 18. با تکبر روی خود را از مردم بر مگردان و با غرور در زمین راه مرو که خدا هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. پس چگونه با کبر بجنگیم؟ یاد آوری و ضعف‌ها و گناهان خود، تشکر از نعمت‌ها بدون فخر، پذیرفتن حق حتی از فرد کوچک یا دشمن، مدارا و احترام با دیگران، دعاهای تواضع: اللهم اجعلنی من المتواضعین. پس بدان ای خواهرم، کسی که دلش را از کبر پاک نکند جایگاه در بهشت ندارد و کسی که با تواضع و فروتنی زیست نزد خداوند مقام بلند دارد. به یاد داشته باش، افتادگی آموز. اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. السلام علیکم و رحمت الله.